حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. الله تعالی دستور داده است که از نماز محافظت به عمل بیاوریم. همه نمازها و خصوصا نماز وسطی که تفسیرش مختلفه، اما صحیح ترین تفسیر همینه که مراد از صلات وسطی صلات عصر نماز میانه. این نماز الله بیشتر تاکید قرار داده که وقتی است که مردم غافل میشن، توی بازارها توی کسب و کار مشغولن و نمازشون قضا میشه، و لذا دستور محافظت را الله تعالی از نماز داده. همه محافظت کنه از نماز که قضا نشود، فوت نشود و تأخیر نشه، سر وقت مستحب برگزار بشود و هم از لحاظ معنوی